من وقت در روز زیاد ممکنه داشته باشم، ولی خب زیاد نتونم پای اون یادگیری که دوستش دارم وایسم. و خب میخواستم بدونم چجوری این کارو میکنی؟ چجوری به این استمرار رسیدی؟ من و تو دیگه 1.5 2 ساله که بالاخره همو میشناسیم، سفر رفتیم، این برنامه رفتیم، همایش ران کردیم، آوردیم بالا، بالاخره خیلی همو شناختیم دیگه. و من همیشه به این فکر کنم، من شناختی که تو دارم اینه که یه پسری هستی که همیشه داره یاد میگیره، وقتی رو داره که بهترین استفاده رو داره، چه از لحاظ باشگاه رفتن، چه از لحاظ کار کردنش تو اون حوزه‌ای که میخواد، چه از لحاظ یادگیری. و خب میخواستم ببینم این استمراری که داری، این کاری که میکنی چجوریه؟ چون اکثرا خیلی اینجوری نیستن، مثلا خود من. ببین، اول این که بخوام در یک کلام بگم، رشد فردی بسیار مهمه و من بیشتر از 3 ساله که دارم واقعا به طور مداوم در مسیر رشد فردی قدم برمیدارم. میدونم خیلی رشد فردی کلیشه شده توی ایران و اصولاً به عنوان محتوای زرد میشناسنش، ولی حقیقتاً من الان 2-3 سالی که دارم واقعا روی رشد فردی به صورت جدی کار میکنم، تمرین میکنم، فعالیت میکنم. هر جایی که به چالش خوردم، یعنی اینجوری نبوده که از اول انقدر مثلا دیسیپلین و نظم و اینا به وجود داشته باشه. هر بار که به مشکل میخوردم، هر بار که میدیدم تایمم داره به بتالت میگذره، سعی میکردم اصلاحش کنم، تمرین میکردم. یعنی واقعا اینجوری نبوده که از روز اول اینجوری باشه. این از این، یعنی موضوع اول رشد فردی. بعد وقتی که خب تو مسیر رشد فردی قدم برمیداری،